سلام عزیزای، امروز که هستم پار رایی تیموری پار رایی دیگه میاد رایی شدم امود خره باری دوستا باشر چک هم باشد روزای عید است دیگه کامل کنن شاد باشن دوستای امروز دیگه متشکرم شما خالی دیگه اینا باین هم بخورین کشمیش بخورین شیرینی بخورین کشته خیلی طول میشه دیگه باین کشته بخورین پاپت مافت هم هست دیگه مو یک کمی وقت هم دی از خاطری که اینجا پاسنتر شلوغ میشه بلده ویدیو کستم مردم اعتراض مونه از اون خاطر اینا پاستر شلوغ میشه جمع جوش زیاد میشه باز ویدیو گرفته نمیشه عزیزا جایشون خالی دیگه اینا یک چای خونی کوترم کدوم چای سیاه باین چای بخورین دیگه جایشون خالی دیگه یک چای بخورم یک شیر برای مادر بگیم البته مادر میام کمبوتی مادر خیلی احساس نم خوارون من منیال میا اینجی اولادها مسته و پاسنتر میا دیگه اینیال ما وقت هم دو نسخاتی ویدیو کنم
یک شعر برای مادر مگیم که تقدیم همه مادراش نه. الهی سنگی مرمر می بودم، به زیر کفش مادر می بودم، به زیر کفش مادر تیکه تیکه سراسر پیش مادر می بودم. والله مادر تاج سر ادم، مادر ادم کس تکیهگاه ادم که مادر دیشترش پوشت ادم دکویه دیگه. مادر خیلی عزیزه دیگه، خیلی مادر از خوبی های مادر دیگه بالتر هیچ چیز در دنیا پیدا نمیشه، وجود نداره دیگه. عزیزا دو سالایی که ما بودم عزیزا دیگه تراوی بوده، پیش خانه از مو یکدم سرسبز بود از باغ و بادام و شفتل و یشقه و ترکاری با بر چیز کشت میکردی، گندنه و پیاز و تماتر می چیزا کشت میکردی، کم کم کادو رواج شدد، بندی رواج شدد کشت میکردی. باز از منو داخل میشیشت اصلا دیگه. امو منطقه از مو جایی که داخل میشیشتی زمین از مو یک ساعت را در لبی دریا دور بود و اینجور مو توغه میگفتی. توغه میگفتی عزیزا بهترین جای بود دیگه. یه خانواله که بوده اونجی کوته میگفته گوره، کوته میگفت عزیزا میشود باز اونجی مرفتک، بهار میشود اونجی مرفتک شکر گاو داشت، مال داشت، تنبو خود کلانم کش مو بوده گونجی کوته کش مو بود عزیزا. از بهار که کم گرمتر میشود اونجی بودن تا تیرما خوب کرد میشد باز پس میمادن. اونجی حاصلات چی میوجات چی همه لاد میوجات چی هم زونجی بود. تشکر.